سلام به همه دوستان. با اعلام مخص میشه و شهر بیدار. سناریو زاپاتا توضیح میده الان ناظر، ببینیم چه سلام شکلی. دوستان، به لابی ادب و احترام خانواده بزرگ جدال خوش اومدید. قوانین مادر دوستان، کنس تو لابی جدال آزاده. مایک تو به علیرضا. کنس تو لابی جدال آزاده به شرطی که کنساتون روند بازی رو تغییر نده، کنس کثیف نیاد. از روز 4 به بعد برای هر کاوری و هر تارگتتون ازتون فکت میخوام. فکت نیارین پاز میزنم بهتون مایک میدم. تو هر پوزیشن رو برای اندسی فکت سالم ازت میخوام. فکت نیاری کیکت میکنم دوست عزیز. تو این سناریو ساید کیکی ها دیسکانکتیه که یه ترم صحبت کرده باشم خونده نمیشه دوست عزیز. کلمات چکشی استفاده نکنین. تخریب شخصیتی انجام ندین. چالشاتون رو سردست بدین. چالشانی حق رأیتون رو میگیرم. سناریو زاپاتا دوستان، یه شهردار دارین روز 2 شو میکنه، استلام سیاه‌سفیدی داره. پدرخوانده و شهروند سفید خونده میشه، مافیا استلام مثبت سیاه خونده میشه. اون که تو استلام سیاه‌سفیدی شهردار سفید خونده شده، گاندارا حق گان دادن بهش رو ندارن، چه به خود شهردار چه به اون که تو استلامش سفید شده. گان بدن جفتشون رو کیک میکنم تو فنیا رو. تا انتهای بازی گان مشقی تو بازی نبینم. موزه شهردار رو به هیچ وجه پایین نمیارین. اولین بار موزه شهردار رو بیارین پایین اخطار داره، دفعه دوم کیک مستقیم داره. شهردار روز 4 گان شاخوش پیش من داره، تا روز 5 هم سیو گاده. یه دکتر داره از روز 4 ابیلیتیش فعال میشه، ابیلیتیش ریوایوری از کشته‌های شبه، فقط از کشته‌های شب و روز 4 دکتر میتونه ریوایوری کنه. تر وصیت برسه ابیلیتیش دیفیوزه. تیم مافیا پدرخوانده یه تروریستی داره، تیم مذاکره 2 تا ناتویی دارن. حالا انتخاب خودشون، اولی مذاکره میتونه بخواد، دومی مذاکره میتونه بخواد. زیر 8 نفر همه ابیلیتی ها دیفیوزه. مافیا به تن رسیدن باید ابیلیتیشون از من بخوان، ابیلیتیشون نخوام من بهشون نمیدم، چون شاید نخوان هویت کارتشون فاش بشه. نکته بعدی هم این که به هیچ عنوان استدلال نقش و سفید کردن کسی، چه برای سیاه کردن کسی، نه حتی شهردار استدلال نقش برای سفید کردن سیاه کردن کسی بنده کیکش میکنم. کسی با کارت شهروندی رو پای بزنه بنده کیک میکنم. اگر کیک نکردم مافیای بازی من درجا کیک میکنم. مثلا شهروند ساده بوت کاراگو رو بلند کنه من همونجا کیک میکنم، حق اجماع شهرم میگیرم که به اون وصیتی که مثلا گذاشته عمل نشه، مافیا نره بیرون، یه روز عقب بیفتیم. پس اگه من کسی رو کیک نکردم این مافیای بازی. اینو بیان نکن که یارو زیر کت کارگاهی پس مافیای بازی نرفته، ناظر کیکش نکرده. درک شهودی همتون باید به این قضیه پی ببرید. لازم نیست بگی طرف این کارو کرده، این کار کنی پاز میزنم ماک میدم، باید کارت یارو رو بگی، نگی کیکت میکنم. به شما استدلال نقش نیارین دیگه. درک شهودی تو باید به این قضیه برسه. نرسید تو مافیا بازی کردهتون تجدید نظر کنید. شما یه گل بفرمایید. سلام دوستان، صدای منو دارین؟ صدا میاد؟ صدای ناظر که من اصلا متوجه نشدم، هیچ چیز صحبتاش من متوجه نشدم. اگه دوباره اصلا همه ابریجی هم بگم. نفر بعدی. خب سناریو جذابیه. نفر بعد. گفتم که تو این لابی سلام بچه‌ها، صدای منو داریم بچه‌ها؟ متنوع رو داریم. دارین صدامو؟ لابی جدال ببین من که صدای 1 و 2 رو نداشتم و یه تارگت میزنم به 5 بود، 15 بازی به 10 بازی. بعدی شهروند مرسی. نفر بعد. آجی مگه تو شما رو صدای 5 و 15 اون یارو رو داشتی که زدی؟ پشمان بگی چه دیالوگی بود. خود تو این صدا اینا رو نداره، اونا قبلیاتو بزن. حالا روز معرفت باز میگم نفر بعدی. بچه ها گفتن سگ صاحبش نمیشنسه. روز بعدی من صحبت نمی کنم که فکتا رو ببینید. این بازی ناظر وقتی شماره 1 بلند میشه میگه دوباره ناظر قوی داریم، ما داریم زحمت میکشیم بعدی شهرتون رو بچه. متشکرم. نفر بعد. سلام به همه دوستان عزیز، امیدوارم که بازی خوبی داشته باشیم. 16 رو میزنم، 7 رو میزنم، نمیدونم کجاست بابا، یک ورد پیدا کن. نفر بعدی. یکی بازی تو چطور صدای به من این چه بازی بدونم که ناظر به دست نشتی؟ منه کل تنس نوار خالی صحبت اینه ها بسای دست من تو قطعی میزنم، سهرم میزنم ها؟ از این ور 11 میزنم. نفر بعدی. تو
سلام دوستان، شماره 9 بازی خوشحالم باهاتون دارم بازی می‌کنم. 1 تا 16 اراده داشتیم. سیو و گونه رو قطعی میخوام. من فردا با شما 2 تا کار دارم. نفر بعدی. مرسی. نفر بعد. ای به نام خداوند بگم. آقا تو چه کار به دو داری؟ تارگتاتو بزن. چه کار به دو تفنگ دار عشق منی. همین تک تارگتی تو رو میزنم بچرخ. با یارم چش باز کنم اونو کیم. متشکرم. نفر بعد. سلام دوستان، امیر رو بازیتونم از کوچ. این سه ترتیب بگی مثلا 1 و 2 صحبتاشو نداشتیم بشنویم میزنم. از چیشه بازی که مثلا 3 تا تارگت همینجوری میزنی باید 3 تایی بزنی که باشون بازی کردی از چیشه چیزی در. مرسی. نفر بعد. سلام دوستان، وحید بازی هستم. امیدوارم بازی خوبیه که دارم. داره فکت چاره درستی دیگه. فکت چاره میگه شماره 2 3 چی 1 و 2 صحبت نکرده، صداشو نشنیدم نمیزنم. اگه میشه نزنی. نفر بعدی. راز شار میگه سلام هستم تفنگدار یگان شیلده نگهبان موقع پرتا بگان میذارم بسین دیگه بقیش با این مرسی. بچه فوق‌العاده ای. سلام دوستان، امیر بازی هم خوشحالم. میای تو این لابی بازی میکنی روحیت عوض میشه. 3 مافیاس شیشه فدا شیلدشو بندازین بازی قشنگ در بیاد. آره دیگه 12 مافیا میخواد. درسته. مرسی. نفر بعد. زن زندگی آزادی. سلام دوستان، خوشحالم کنارتون بازی کنم. 1 15 با 2 تا ناظر در از 1 دوستان وصیت میکنه میگه گردن من همین. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. آخ باختی. خیاری برنگرده باختیم. برگشت. بازم باختیم. یارامون قوی نیست. یه کوچولو کلپس بازی کن. من که شوام. چرا سه رو نمیزنی؟ سه رو با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم ازتون میخوام که به همدیگه چالش بدید. بفرمایید. سلام دوستان، صدای من بازی میاد دیگه. من صدای ناظر اصلا نداشتم، هیچ چیزی نداشتم. برای شما واضح بود، برای من واضح نبود. بعدم از شماره 5 به بعد صدا رو شنیدم. درسته؟ ولی جوری که میگم این 5 گوشی من زدی صدامو نمیومد. الان من صدا ندارم، ابیسی رو نمیدونم چی اصلا. ناظر توضیح بده. من اصلا صدا اصلا نشنیدم. مرسی. نفر بعدی. ما اگه صدا نداشتی یه برو تو خروج کن ببین صدا من الان براتون میاد. داداش صدا من براتون میاد. اوکیه بازی کن. 15 داره که راه میده تو بازی. میگه من هر جای بازی نبودم، یه آس مذاکره براتون میذارم رو شیشه بازی. تو وصیت کن فقط. همین امروز اجماع آدم میخوام نه روز دیگه. صدای منو داشتیم و لایک دیسلایک بگیم موقع دیالوگ کردم. اوکی بعد 16 پاز میزنم یه بار خلاصه دوزه. نفر بعدی. زبدری بدیم بازی به چرخه. زبدری بدیم همگی مثلا 1 تا 4 بدیم 9 12. میدونی چی بشه دیگه. تو روی 15 استاد شارژ کردی. خیلی هم واضح میگم تو ترم صحبت معارفه هم میتونستی 15 رو بزنی که کوبیدی. الان سرده از چالش میگی رو 15 شارژ کردی. یه سیف میخوایم گام میخوایم فورس دارم این نگاره من نمیشه 16. نفر بعد. یک بازی صدای آهنگ من اومد؟ نه من خب خدا رو شد. میخوایی تو اسلامتو بگیره من فان بزنم تو کله این برسه دست من؟ من میگم ایشون با ایشون چشم باز کرده، ایشون شاید چه ایشون امروز میخواد بفروشه. متشکرم. نفر بعد.
ببین آقای دو بازی، چاره به جرم این که من بین تو دیگه که مافیا نداشتم به من زده، درسته؟ پا میشه میره بیرون و تو هم قطعی یارشی، ازت عقب نمیکشم. باید بین من و سه یه تا. بعد تو پا میشی نصف دکو سفید میکنی، دیسلایک تو گوشه خودت بگیر. 15 بازی من اینجا نشستم، قطعی میدمت بیرون. تو رو فهمیدی؟ میدمت بیرون، سردستم میدمت بیرون. اینو فعلا این شوفلاسو بگیر، این شوفلاسو. مرسی. هی بک بیارم. این دیروز بلند شده 4 بازی رو گردن گرفته، دیسکانکت بوده. شب پا شده اومده 15 رو گردن گرفته. یارن یا خوشتون اومد یا نه؟ تو اومدی 15 بازی رو دیدی 4 رو سفید کرده، این 13 رو ندیدی 4 رو سفید کرده. شو ملق. متشکرم. نفر بعد. تو هم چالش گرفتی چی گفتی؟ من صحبت کرده بودم. چی میگی واسه خودت؟ سلطان من میگم تو صدای 1 و 2 رو نداشتی، پر نمیزنی، درسته؟ میای بعدیاتو میزنی. تو مگه صدا بعدیاتو داشتی که زدی؟ بعد تو این کاوری تو رو داشته نمیری سمتش. آقا گان برسه، سیو برسه. تو که اصلا داغونی. کی بود ایناش؟ این بود. کی بود؟ متشکرم. نفر بعد. بزن یه دقیقه باز بزن کار دارم من. آره باز بزن یه دقیقه ببینم ساید بعضی در باید. مرسی. نفر بعد. خب بیا چاقت باز بگذارم. دوست عزیز بلنمیش درست فکتشو بیار. ببین یه 16ی یه دک راجع به 3 صحبت میکنن، بلند میشه برخلاف رود کاوری 3 رو بر میداره 4 رو میزنه. 3 بازی امروز بلند میشه اعلام موضعی راجع به 16 بازی که کاوریشو برداشته نمیکنه. درسته؟ این درسته. مرسی. نفر بعد. حتی دمت کم بلند میشه سلام همینو میگیری سفیدش میکنی ها. سلام همینو بگیم همینو شما 2 نفر یک شده مافیا. پس بلند میشه من اینو اجماع میکنی. آره من کار ندارم. میفهمی دادی چی میگی؟ جدی میگی؟ میگی تارگت نمیزد هم میشدی میگفتی تو چرا آجا چشم باز کردن گذاشتی با همه؟ جدی میگم بهت. نفر بعد. ببین من پدر اومد تو خونم نتونستم صحبت کنم. سیو گان شیلد فقط به من میرسه. تو این دکی که من نشسته باشم فقط به من میرسه. تعامل کن آقا، تعامل کن. تو هم تعامل کن. این آقا خروج قطعیه بازی. نوار خالی محض داری پر میکنی. بیا برو خونتون. تو که هیچی، ولش کن. تو از این بدتری. اینم همینطور. متشکرم. نفر بعد. برمیگردم به روز گذشته. تو 3 تا تارگت داشتی از این بر دک، به 4 کاری نداشتی. حاجی کاری ندارم. از من سفید سیاهی نمیگیری. خب من گام میخوام. از شیشه سفید سیاهی میگیری بازی در. آقای شهردار بازی الان سلام سفیدیتون خواهد. آره بده، دعا رو بده. سیرت مو. آره سیرت سفید. حق گان دادم به سید 15 سید 2 رو ندارین. گان بدین جفتتون رو کیک میکنم. تو فنگ دارم بگرد. نفر بعد. مرسی. ببین تو خیلی شهردار ترسویی. تا یه تارگت خوردی سری شو کرد. جدی میگم بازی رو تو نمیتونی در بیاری. ببین 4 بازی 3 چیه؟ مذاکرته. خواهی از روش هم بزنی 3 قطعی مافیاست. یه بار دیگه از روش هم بزنی قبل 3 تو رو میدم. شما 16 تو هم میتونستی روز معارفه در مورد 15 حرف بزنی. سردست چالش گرفتی روز معارفه که تاریک گردن گرفتی رو اختار پایین آوردن موزه شهردار رو 30 دفعه سوزون. دفعه بعدی موزه شهردار پایین بیاریم کیکی مستقیم داره. امتحانش هم مجانی. مرسی. نفر بعد. آجه این سناریو شهردار چیه مود شده خداییشه؟ یعنی باید 16 نفر به 15 بازی توضیح بدن. این شیشه رو گردن میگه داداش. وای شهردار شیشه بازی میگه 16 مافیا 13 مافیا. 13 بازی دیروز 4 رو کاور کرده، 16 بازی دیروز 4 رو داد. این چیه توی؟ مرسی. نفر بعد. سلام دوستان، امیدوارم خوبی داشته باشین. کی گفت باید همه با شهردار بازی کنن؟ شهردار اونجا شهروند ایگنوره، اونجا میشینه با دست من بازی میکنه. هر کی گفتن میگه بیرون. تو چه نقشی گام میخوره؟ همه چرا گام میخورن؟ شما چی هستین؟ میگه گان چی میخوای شما؟ گام فقط به من میرسه.
چند گانه زدین؟ جفت گانه میسه. مرسی. نفر بعد. داداش مفتی کشیدی اینجوری میگوید گام بزی به من یعنی چی؟ این هم آدم صحبت کردن فقط گام بزی به تو یعنی نگاه کن این مافیایی قطعی ها مافی قطعی دارم بهتون میگم یه دنیا اینا قطعی من شرط میبندم شرط. نفر بعدی. آجی کاری ندارم ترن صحبتت پا میشی میگی امروز خروجی نداریم به هیچ کس رأی خروج ندید فردای بازی 2 تا گان هست تو بازی سایدا باز میشه بیا اینم بدم به یک میگن زبدری بده بعد 2 روز صحبت نکردم میای مثلا میگی من فقط گانا رو میخوام خیلی جالبی شما آره بتابه فعلا بتابه گان من نوشته ممنونم نوعی بازی از چالشه ولی خب چالش سهر کار داشته باشه سه پا شده داره میگه 2 بازی میگه من به خاطری که بین 2 و 1 به شما نزدم چاره من تارگت کرده با من بازی کن با 2 دل دیالوگ میکنه ولی به من کاری نداره چون کارش از قشنگ مفهوم میخوره که با 2 بیزنس کارش خبر داره درسته اینم یه یارش دقت اگر مرسی. نفر بعد. خب چالش میدم به کوکای قشنگم بلند میشه میگه کان دست سجاد با تعامل 2 تاتون میزنم اوکی عرفان اینجا میخوره خب سرگردون شد خدا به کی بدم با کی چشم باز کردم خب اوکی بین این 2 تا مافیا در میاد یعنی هیچ صحبت نکنید بین 16 و 4 چون 16 4 رو گردن یا امروز که بیدار شد درباره 4 اصلا هیچ صحبت. نفر بعد. بچه مثلا 16 فوش گوشی رو 15 منو میگیری که دارم کابلشو میگیرم 16 نمیگیره من چی میگم 15 میشم به چی میتونست من 16 شروعی از شروع میگفت قرمز من مثلا تو 16 میگی من شهروند تو اصلا میشودم نیاز نبگیری دوستان من رای میالا صحبت کنم رای گیری رای میدیم اصلا 15 مرسی. نفر بعد. میدم به 4 شما نگاه کن 4 دیروز تو دیسکانکت بودی این اومده گردنت گرفته شب که شده باش چشم با قدی امروز گردنت نمیگیره یعنی چی؟ یعنی یارشی نه سفیدت میکنه نه سیاد یعنی قد یارشی تو داشتی 15 رو تک تارگتی میزدی الان میگفتی گردن من امروز الان سفید در اومده امروز باید خروش پیدا کنی ولی گان فردا میاد نمیدی. نفر بعدی. اولا که شما خودت گوشیم زنگ خورد تو دیدی منو زده منو گردن نمیگیره خودت بزنش تبا پایچ میندازی گردن من تو انقدر نمیفهمی من یه دونه سر رو زدم 16 به قول تو منو زده 10 زده 9 زده 11 زده این من 6 زده تو تبا باز میگی 4 مافیاست ببین تو باید قطعی بتونی مافیا تو پیدا کنی بین این مافیا. نفر بعدی. یا هفته بازی صحبت کنم تو فایندر بازی من گام بده اینو لالکش بدن دیگه گوگل گروهش نزدیک هفته بازی داداش من تو مافیا پیدا کردنش موندم تو مذاکره در آوردی من شهروند با 126 IQ اصلا ذهنم سمت مذاکره نرفت تو نقشا رو دیدی مذاکره به چشمت اومده داره میگی. متشکرم. نفر بعد. نه بذار مغزم به طرف موضوع منو پایین نیاره هر تارگتی داشتم ول میکنم شماره 1 فقط گفته صداها رو نشنیدم ولی دیالوگی روز معرفه شماره 3 رو الان تکرار کرده دیده چند نفر 3 رو زدن همین الان پا شده 3 رو زده یا 3 یارش میخواد پوشش کنم مذاکره کنم یا 3 سفیدی ولی مرسی. داداش باشه دیگر شما اومد دعای تو گردن نذاشت ما میگیری صحبت نمیگیری کنیم متاسفانه باشه دعای گردن میگی دعای داری گفتی یکی شهروند 16 مافیا چرا نمیدی در صحبتم شد نگاه تو دیگه شما نگاه یه جورایی به داداش وقتی مافیایی کشیدیم بگیم مافیا دیگه ما گلگه شهروند هم دیگه ندارن امروز فقط ایشون میری بیرون همونی که گفتم فهمیدی آره شما ده بای بای. نفر بعدی. ببین داداش وجودشو داری یک بار دیگه پشت به من بزنید فهمیدی 4 گفته دیروز گفته به خاطر نزدن 1 و 2 من گفته مافیا درسته بعد به 1 مافیا داشته 2 سفید شد حالا دیگه ولی 1 قطعی مافیا الان پا میشه دوباره میگه 3 به 1 نمیزنه درسته به 1 نمیزنه خب پاشو شو نفر بعد.
روز معارفه چی گفته دیوید؟ ولش کن دیگه، روز معارفه چی گفتگان ندارم آجی. یه روز با همتون تحمل میکنم، فقط یه گان جنگی یه شب رو دست من به خودسه برایندم با تو تفنگدار یکیه که نباشه. من با 4 غیر این 4 که مافیاست اون 16 با بقیه‌تون تحمل میکنم، فقط یک روز با من تحمل کنم. قوقل یعنی قشنگ این 2 نفر آجی، این 2 نفر مافیا داری گان دستم. مرسی. نفر بعد. شهردار بازی دارم با دیالوگ میکنم، گوش کن. ببین ایشون بلند میشه دیدی سلکتی داره. عرفان بازی با سایکولوژیست بازی دوتاشون یه دیالوگ گفتن، ایشون یه دیالوگ فولم اضافه بی گفته. ایشون چه سفید شد، ایشون بلند میشه عرفان رو گردن میگیره ولی کاری با شیشه بازی نداره. 100 میخونه مافیا. نفر بعدی. چالش بده، میدم چاله. آجی گوش بده، گوش بده. مرسی. چیو گوش بده؟ این هنوز تو معارفه گیر کرده، هیچ چی دیگه نداره. حاجی من به تو بگم غلط کردم بی خیال من میشی؟ تو چرا گفلی؟ نمیخوای بفهمی؟ و این چی میگه خودش؟ اینو گوجه پرت میکنه وسط. داشت دارم تو از کاوری 3 داره منو میزنی، چی میگی؟ از چین کی داره منو میزنی؟ متشکرم. نفر بعد. یه دک منم مافیا دارم. سطح پلیدون خیلی بالاه، خیلی سطح پلیدون بالاه، من نمیتونم رو مایک دا میده. خب بیشین سر جات دیگه، مایک دا میده. مایک اینا بده، من صحبتی ندارم. این مایکش رد شد. همه بزن و چالش اونه که چالش نگرفتم. خب اولا من چالش گرفتم. ببین تویی که بلند میشی 9 بازی منو با 4 که تارگت فورس هم باکس میکنی، اینجا نمیخونه عزیز جان، نمیخونه. 9 بازی تارگت اصلی من. 5 بازی هم همینطور برم داری نوار خالی محضی. 3 رو من اصلا سیاه نکرده بودم که تو برای من سفیدت کردم. مایک 15 رد شد. من چی بودم؟ من بده. مرسی حاجی. فردا اگه گان دستش بود امروز خروجی نمیدیم. فردا اگه گان دستی بود میزنه سر 13 خون مافیا. لالکوی سر رو میزنی یا 13 رو حتما میزنی. 13 قطعی مافیا است. بذار بچرخ امروز اجماع نمیکنم. نفر بعدی. چی گفتم؟ یک گوشه بشیم بست بازی کنش. 13 شهرونده گذشت مافیا خودش. چی میگم؟ 12 چقدر زوم کرد رو کلمه مذاکره. 12 مذاکره کننده برخوردش سنگی لوک از شیشه کشید بعد ویژه دیگه کلان زد. فقط نوافلی جفت مافیا. گان فقط دست من نیسته. تفنگدار شهروندی درخواست گان نباید کنید. گان فقط باید دست من برسه. رای گیری. مرسی واقعا عالی. افرادی که به دفاعی اومدن دفاعی خودشون رو آماده کنند. خب الان منو تنها آوردین بالا، میخوام چیکار کنم واسه؟
حاجی گوش بده، فردا هر کی گان دستش بود 13 رو قطعی میزنه تو دک. 13 قطعی مافیاس، خون مافیا سر پشت بندش میزنی گان. درسته؟ میریم سراغ رأیگیری. خروجش بدم بره. این نگاه کن. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. نوحه رو بزن به نظرم. 14 نوهو بزن، نوهو بزن، نوهو بزن بابا، نوهو بزن، نوحه رو بزن. نوهو بزن عزیز من، نوهو بزن. اوکی نوها میزنیم ولی امیدوارم سیو من ازش مافیا میکشم بیرون. امیدوارم ببین سیو مذاکره نکش. فقط 16 ها 16 امیدوارم قطعی سیو زره نخوره. پوش. امیدوارم. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. درخواست اعلام وضعیت. رأی نمیاره. قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم ازتون میخوام که به همدیگه چالش بدید. بفرمایید. یه دک داشت منو میزدن دیروز باسه ولی که نه چالش گرفت نه چیزی، فقط رای کشید زیر من با 5 تا. ببین برات من میگم قطع تو اینا مافیا نشسته. شب دید سلکتی خودت میتونی تصمیم گیری، ولی هر راهی که بری یکی مخورد مافیا تو دکت یکی قطعی مافیاته. بچرخ. متشکرم. نفر بعد. من جلسه ساختمون دارم واسه آسانسور این حرفا برم پایین. خب فقط یه فورس میتونم 16 روز معرفت شاره. بعد سردر چالش میگه نه 15 خونده شهردار 4 بگیر. ببین 16 گام بکو. کسی گان داره یه گان حروم این کنه. این کوید به درک تو گمش. متشکرم. نفر بعد. نمیدونم دورتره. میگم سر 13 بخوره. یه ساید بین 5 و 6 هست. 5 به 9 خوب. دیشه بلند شده میگه چی؟ تو رو باد. سر کی زدی؟ دستم خود. سر کی زدی؟ وصیتت رو میشنویم. بچه شد سه مافیا که دست میزد ببین 16 بازی من عمدن دستم بخواد به 15 بدم دیر شد به تو خورد، ولی خب تو مافیایی پاشگان بعدیشون بزن سر که اینجوری پا نشه لا بده. الان چی دیدی از من دیدی که زدی سر من؟ ها سه بازی چی دیدی؟ بان بعدی بخوره تو سرین حتی شدت بخوره تو شدین با این بازی کردن. نفر بعدی. سیدسته دیگه چالش نگه بزن. چالش حق رأیتو میگیره. ناظر ابیلیتی منو میدی؟ ابیلیتی منو بده. این تباه شهردار تباه اون وقتی بلد نیست پلیر من به ابیلیتی شما بمبریه. 2 شماره میگی میترکی. 2 تا شماره بگو میترکی. بمبری چیه؟ من یادم نمیاد گفته باشم نقش شما ابیلیتی داره. نمیدونم چی میکشن این ساعت شب به بعد خودشون ابیلیتی در میارم. متوجه نمیشم جوریه. مثلا مغزتون گیرپاش میکنه تو سناریو قبلی. نمیفهمم واقعا. مرسی. متشکرم. نفر بعد. من متوجه نشدم استادشم من اصلا نفهمیدم بمبری ولی کدومه که میگفت بمبری. او شهرداری تاج سر مایی، اصلا تاج سر مایی داداش، تاج سر مایی. بابا قطعی مافیا داری چه گام بخوری یه جا دیگه. تو الان من بخونم شهروند چجوری میخوای 16 رو بدی بیرون؟ چجوری با چه پوندی میخوای بدی بیرون؟ نفر بعد. اشتباه صحبت کن.
یازده بازی برای تو نمیگفتی 16 مافیای چهاره رو گردن گرفت دیگه بس بچه رای شیشو ندی بیاد دفاعیه رای ندی دیگه دوش دیدم رای ندادی تو هم مافیا ساجی میخواد 16 هم سفید کنم من ستا رو دارم با این شیشه این بخونه مافیا 16 مافیاست. مرسی. نفر بعد. تفنگدار رو نمیدونم پیداش کنم چرا به 3 گام بگفتن جفت گام بیاد این یه دونه هم اصلا بزنم اون یکیش چی بزنم تو من تارگت زده بودی شما 16 تو بودی من تارگت زدی تو بودی لایک بزنم تو بودی لایک بده چون لایک نمیدی تو من تارگت زدی دیگه من مافیام مرسی. هی منو گردن میگیری؟ منو گردن میگیری؟ حاضر ابیلیتی منو بده حاضر ابیلیتی منو بده 3 تا شهر بذارم رو دستتون اینو برگردونم حقتونه نوش جونتون. دیالوگ ناظر رو گوش نمیدی لذت ببر. گفتم از روز 4 ابیلیتیت فعاله. لذت ببر عزیزم. نوش جونتون. عشق میکنم کسی که دیالوگ ناظر رو گوش نمیده پیکش میکنم لذت میبرم. حاضر سختگیری نفر بعد. داریم خیلی سخت تاجی یکیشونو برگردون حداقل 2 تاشون رفته نمیشه بازی. ببین شهردار بازی اینو از نظر من سفید داشته باشه امروز ساید من و شیشه رو باز بازی دیسلایک نده دیگه یه کسی که تارگت 100 زدی شهروند بوده بشین سر چه ساید من و شیشه رو باز میکنه. نفر بعد. شهر به فنا رفت مقصر این دوتا خب تو هنوز استعلام نوع ما نگرفتیم شاید اصلا یار فروشی کردن. خب عرفان داری دستت بزن تو سر این یاری یعنی این دوتا نه خب نظری نمیدونم حالا هر کی دستش بزن تو سر این دوتا فقط دارن شهر میزنن یعنی 12 و 16 فقط دارن. متشکرم. نفر بعد. بلند شو جمع کن یکم خون سفید ولی تو مافیایی اصلا بازید نمیخونه. دیروز گفتی 3 فارا شهروند کردی فرداش گفتی 4 نداشتی الان هم نداری نه بچه 13 قطعی مافیاست. متشکرم. نفر بعد. گان دستی کیه یک گان حروم این کنه بزن سر شیشه بزن سر 6 15 اجماع شه بزن سر 6 16 اجماع همین الان بزن 15 رو بزن گان دستم پشمو شوکه بود گرسیده بود نداشت که نداشت شیشه رو بزن کارت مافیا خلاص کنین 16 اجماع کنین بزن 6 رو بزن 6 نزن دست مافیا بزنی من میگم مذاکرهتون نظر شیاد سری 6 رو بزن همین الان 6 رو بزن گان دستی کیه. مرسی. نفر بعد. گان داشت دست مافیا این مافیا ترس داره باید شعبان بزنه میشه را شعبان بزنه راحت‌تر بازی میبره اگه مافیا بزنه آره دیگه داداش که از این نیست من مافیام آره من مافیام شما 16 یار منه شماره 10 یار منه شماره 12 هم یار منه بریم خوبی متشکرم. نفر بعد. ببین کل دک دارن میگن شیشه نه دفاعی میاد نه گام میاد گان یکی هست بخورین قطعی مافیاس شیشه 16 هم هست شماره 10 12 از 11 خورده میگیره که چرا 16 رو رأی ندادی بیاد دفاعی بعد تو 12 و 16 رو با هم مافیا داری متکرم شو شدی خود 3 تا مافیایشو گام بخوره سر 6 همه میگن 6 نه گام میخور نه دفاعی میاد اصلا نفر بعد. 16 بازی صحبت شروع شده تو چالش نگرفتی هفته که به تو زده تو از هفته چالش میخوای جدی الان مثلا از هفته چالش میخوای تو این با نقش این آقا خیلی مافیا مهمیه یه تارگت نمیخوره یه چالش هم نمیخوره. مرسی. نفر بعد. دستم 30 ساعت خشک شد عزیز من چالش نمیدی برادر من تویی که میای هم میزنی از 16 مافیای 100 بازی این آقا تارگت فورس منی که این تارگت هیچی دیگه حد دستتون درد نکنه مرسی نذاشتی فکت اینو بیارم نمیدونم ابیلیتی دارم من آقا کلام آخر. ناظر ابیلیتی دارم من یا نه ندارم فکر کنم
وصیت میکنم. مافیا 100 بازیه. وصیت میکنم. مرسی. نفر بعد. با هم بازی میکنه یا نه؟ هر شب با هم بازی میکنه. عرفان امروز بده بره. عرفان بده بره نه. خب نه نگاه کن، آقا شیاد بوده، پدرخوانده بوده، مذاکره نبوده. این دوتا فقط میگفتن 6 ما 1000 جو میزدیم. خب امروز عرفان مرسی. خب خدایا اول که خدایا رو نگه داره دوست خوبه من. ببین یه فکتی رو این آقا میشینه، میخوام لطفاً گوش کنی. شهر دارم یه دک بلند میشن راجب 4 بازی صحبت میکنن. 4 بازی نه نظری راجبشون داره، نه داخل دفاعیه میاد، نه کاری با ایشکی داره. 4 بازی امروز بدی سیف ترین کسیه که میتونه. متشکرم. نفر بعد. خود این دو شهروند بودن. آره دو شهروند بودن. گانه اینو دیدم اون رو زده بود شهروند دیگه. آتی کن زینب کنده حیا چرا ما قرمز کردم؟ بقل ما سفید گانه خورده دیگه. من که قطعی گان ندارم. نفر بعد. سفید بشه. گام بزن دیگه. ازرون داشت 3 زد دید تبا من مافیا داشت زد کلون. بعد تو مگه از کاوری من 6 رو نمیزدی؟ من الان 2 تا شهر رفته بیرون که منو زدن. خب ولی این میگفت نه ما سویدان با این چورو بوگ میشه. سویده دوست شد الان سلطان. آره من میگم قطعی میخونه 16. من وایسادم این صحبت کن. بابا قطعی میخونه 16 میزدی تو سر 16 تپا. تو اینقدر شو کنی یار خودتو میخوای بزنی که سفید بازی بشی. خندی آی شما اسپلیری چرا نزدی روزی یک 16 من رو غلاق؟ دمتون گه 4 قطعی مافیا. متشکرم. نفر بعد. گانو یک دیگه چالش نمیدونی موش گاف دورم چالش من نمیدونی. مثلا احمد نه چالش نمیدونی. تو دیگه تو دیگه نمیشین. نه دیگه نمیشین. آناناس بقیه ندید اول نگیم. پیشنهاد من به شماست. موضوع شهرها رو گفتم پایین نگیریم. درسته؟ چالش ناظر میدم سختگیری. 14. ناظر سختگیری داریم دمش گرم. دنبال زیر بغل ما که نباشین. 2 تا گام پخش رو 8 تو کلپس میریم سراغ رأیگیری. 16 رو نزدی؟ مثلا منو اجماع کنم. تو 16 رو نزدی منو اجماع کنم؟ گابی یار داریم مثلا. الان اینجا باید یار فروشی کنی تو؟ مخه؟ نمیفهمم واقعا. من پاشی باید بزنی یه سفیدو. اونجایی که بلند شدم گفتم واسه داره میگه 16 رو بزن 13 رو بزن تو نمیزنی. نمیفهمم واقعا. از 4 بازی نمیفهمم. احتمال زیاد میبریم ولی متهمان آماده دفاعیه باشند. میتونست منو نزنه. تو الان که گان ترای شد مثلا بلبل شدی میگی چرا من نزدی؟ الان با رای گیری 16 میری بیرون. فرض کن 8 گان زد تو سر تو. دیگه وصیتش کنی شهروندی. الان بلبل شد. چی من کوزوو اینجا من شیاد دادم بیرون. تو همینم بیرون نهادی. پوین شهروندی من از تو خیلی بیشتره. یک دیالوگ که 10 من دفعه 14 اصلا نبود. الان بگو 14 پاشو بگو 8 چرا باید بری بیرون؟ 8 چرا بیاد؟ رو مجمع میزنی. شما مرسی. امروز کوزوو کنی ما هم جوز نیستیم.
طرف شیاد بود اوکی. خب اون شیاد رو که همه داشتن میدادن فروختنی بود، کار ندارم. این رأی آخر رو باید شما میکشین زیر مثلا من اصلا اتهام نشه، کار ندارم. 16 هم که مافیا هست حاجی، 2 تا مافیا اومده بالا، میخواید حالا اول 16 رو بدین؟ اگه 8 رأی میده به 16 اوکیه، پس ما 8 رو فعلا نگه نفر بعد. آجی من 4 رو مافیا دارم تو دیگه. نمیدونم یه دیالوگ کردی با 5 از کارت من به شیشه میزد. من 4 رو دارم، تو همش کنس میایا. نمیدونم، بذار فردا بشیم. نفر بعد. چه کنس اومدم روز یکی بازی همه دارم میگن 16 تو میری استعلام کیا میگیری؟ و 16 را بگیر که 16 بتونه برات برایند بیاره. که الان همه دارم میگن 16 میری 2 را میگیری. وقتی من انتظار دارم من برات بازی دارم. آقای محترم اگه تو نگودی من صد سفید بازی هم. چرا 8 نه این 16 بره؟ خودت چندی با خودت 4 قطعی بره. میریم سراغ رأیگیری. بده بکش. خب واقعا کلپسید، بکش میره. مستیم، واقعا مستیم. با 5 تا تا رای صبح موزه شهردار رو بیارین پایین، تا صبح کیک میکنم. با 5 تا رای این آقا میرفت. تو برای کلام آخر. چقدر تو کلپسی پلیر خودت نفهمیدی چی شد؟ تو اینا که کیک شدن قطعی مافیا بوده. پلیر 7-8 تو دکت قطعی مافیا. بس پلیر 14 قطعی مافیا بود. آیا بس پلیر؟ من پلیر نیستم، تو پلیر. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. خیلی نابودید. مذاکره رفت چرا؟ خیلی نابودید. بذار دارم فکر میکنم راجبش. 10 یا 13 همون 10 رو بذارم. نمیدونم 13 هیچی هست. زره پوش هنوز تو بازیه یا 12 بود که شد. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. درخواست اعلام وضعیت. ریدی واقعا، 4 بازی 2 جا ریدی. رأی میاره. 2 جا یک دور صحبت میکنیم با چالش. بفرمایید. برای چی منو میزنی؟ این 14 بازی من از اول رو این بودم، گفتم اینو بیار بالا سیف تره. به نظر من واقعا هم 16 وصیت شهروندی بود. اگه وصیت شهروندی نبود بلند شده بود وصیت چیز خواسته بود، ابیلیتی خواسته بود. این بوده و مطمئنم اصلا چیز بازی بوده، اسمش چیه، مذاکره بوده، چون یه دونه مذاکره نشسته دیشب. شهردار امروز یه گان شاهخوش دست من داره، هر موقع بگه بهش میدم. غیرون دیگه ابیلیتی فعال نیست دیگه. اگه دکتر هست ابیلیتیش فعال نیست. تیم مافیا فقط ابیلیتی شهردار فعال. هر موقع گانتو خواستی 3 تا دیسلایک بده، ترم صحبت چالشی از من بخواد. مرسی. نفر بعدی. نه فعلا نه. خب دیسلایک تو شروع نکن، بده نوبته. چه تبا بازی نه آجی، اصلا کار ندارم کی مافیا بوده. خب به ما چه؟ الان مافیا امروز کی؟ الان قاعدتا اگه بگیم مذاکره نشسته باشه 3 تا مافیا با تو دک نشسته باشه. جدی میگم 3 تا رو دارم. بندید دیگه، من کار ندارم. چی میگن ندارم. مرسی. یعنی میدونی مذاکره نشسته دیگه، آگاهی نه؟ بی 14 روموز پاشد 8 رو زد. 8 واسه من میشه سفید. جدی میگم 14 قطعی تو تک مافیاست. یارش هم یا 5 است که داره باکس میکنه یا 13 است. گانه تو پاشو بزن سر 14 من ذهنم آزاد شه.
من حس میکنم شهروند از ده حس شهروندی گرفتم ولی 8 قطع شد. نفر بعدی. بده گان منو بده، گان منو بده. بازی بردمونو باختون دید. 4 بازی. عددی که میخوای بزنی قرمزش کنم بزنم. 4 بازی. 4 بازی. صحبت کن. حتی تو تن خودم وصیت کنم قرمز بشکونم بعد بده. بعد بگو. اوکی. سایت شهروند. مرسی. نفر بعدی. بد بازی کرده. من یه میگم 7 بازی 13 بازی 7 بازی از کارت من خبر داره، از کارت 8 هم خبر داره. 8 خب بلند شده دیسنایت بده 2 روز پشت هم میری 6 بدون هیچ فکی. مردیم مگه من شهروند دادم بیرون، من مافی دادم بیرون، همینم بیرون نهادی. چقدر پشمکی شهردار، خیلی پشمکی. این 12 مذاکره کننده بود، همون دیروزم گفتم مگه کرم داره وقتی 5 شو شهروند کیک شدن بیا مثلا میگم شیادمو بده بیرون، هم مذاکره کنن. خسخولم با چین اورجم میبندی. متشکرم. نفر بعد. داشت خیلی خوبی شما ده تو تارگت یه دونه 16 بود به کاوری یه شهروند داشتی به شهروند دیگه میده. او واسه تو فکت آوردن خیلی راحته میدونی. یه مافیا داشت خوبی 4 مافیا بود، یکی دیگه مافیا کی بود 16 بود. نه دیگه 16 میشه شهروند 14 میشه مافیا باشه با 12 مافیا. آره داداش، آره 12 مذاکره کنندشون بوده دیروز رفته کیک شده رفته 16 شهروند بوده 4 مافیا بوده. آره اینجوری هم میده اگه 16 مافیا باشه داداش 12 میشه شهروند نمیکنه. ناگهان یه چیز بهت میگم داداش در قطعی میلیارد آفرین خداحافظ قطعی میلیارد مافیا. هرکی لژند هم میاد 2 تا شهروند خورده مافیا نه یه من ببین تو نمیدونم مافیا یا کلپسی شیشه گان خورد سایدش خون مافیا. ببین چی میگردی تو منو مافیا داری. من خیلی راحت دیروز بازی بلند شدی به من تارگت زد، میتونستم یه دونه رای بکشم زیرت پوچت کنم. بشین سرجت به من دیگه تارگت نزن. جدی مافیا نمیدونم بین منو 7 و 10 بیارید بالا. منو 7 و 10 بیارید. نفر بعد. تو خودت منو 13 رو مافیا نداری. نمیفهمی راست میگه ولی تو هم تو جاده خاکی نزن. یکیش این بوده اینم حالا شعبان بوده اگه مافیا بود درخواست ادامه میکرد. هفته بره امرو 7 داره. آجی ما گناه نکردیم شهردارمون شد یا رأی بدیم به همه بیان تو دفاعیات تو هم شهروندی رأی میدیم. مرسی. ببین فکتا رو گوش میدی شهردار، میگم این روموز پا شده 8 رو زده اصلا فکتی هم نداشته. الان هم یه 10 گفته هفته بره الان هیچ فکتی نداشته فقط روموز داره میزنه. 14 قطعی مافیاست. الان پا شدی واسه 5 فکت میاری بگی هفته بره. آره من گفتم از 10 شهروندی گرفتم اشتباه کردم. نفر بعد. بیا من نده حاجی من اینو شهروند دارم. هشته گفت 16 الان خود دیسلایک چیه دیگه؟ نه حاجی 14 بره. حاجی خودتون میگین یه مافیاست میره شهروند میخونه، من باید وصیتش رو انجام بدم دیگه. درسته؟ مرسی. با هم بازی کن خب. حالا یه هم بذاریم برای شهروندی خب. نگاه با هم بازی کن خب. ایشونو بیار بالا. دوتاشو بیار خب. من بیام بالا باز کنم. من از کارت ایشون خبر نداشتم. یه شهروند تا کارت کسی خبر نداره. روز اول شهردار شما برای رأیگیری آماده باشید. یکی اگه پوچ کنن بازی تمام.
امیدوارم که پوچون 4 بازی خراب کرد، زودتر میتونستیم ببریم. 4 بازی رو خراب کرد. حالا با زدن من هیچی. متهمان آخه به آماده شهردار دفاعیه برای چی باشند. رأی میدی؟ ببین دارم با دیالوگ میکنم، یه دونه تو فقط شهری تو بازی، هیچ کی همه مجهولن داخل بازی. بلند میشی از ذهن خودت حذف بازی نمیکنی. من این دوتا رو شهر دارم. از بین 10 و 13 من میگم در میاد، ولی خرج خودت میدونی. متشکرم. نفر بعد. شماره 10 تو میگی 14 مافیاست، رأیت نبیدن زیر 14 یعنی خودت اجماع میکنه. ببین شهر داره بازی، میگم فقط 14 بهش 14 کامل فکت روش میشینه. من حواسم بود روز 2 بازی هم سه رو سفید کرد، از کارت 3 داشت به تارگت های 3 میزد. 14 قطعی مافیاست. هیچ یعنی یار 14. نفر بعدی. فقط با تو صحبت میکنم. خب هر جای بازی رسیدی فقط امشب من نگه دار، بعد به من دست نده. خب بین این دوتا مافیا نشست. 14 من گفتم 8 نگاه 8 من تنها اشتباهی که کردم 8 بلند شد بدون هیچ فکت، یعنی 2 روز تو بازی نبود 6 زد. من گفتم شاید شریازش فروخته. خب بده هر کدومش بده کله. نفر بعد. اون زودو دیگه داداش، عاشقتم. فکت تو بودی میلیارد. آره میلیارد. این بلند میشه میگه بین 14 و 13 مافیا طرف شما تارگت نمیزنه، میدونه فردا هستش خبراییه. نگاه رای میکشی فقط زیر این شهروندی دیگه، رای میکشی داشت شهردار، رای میکشی فقط. الان بلند میشه میگی فقط 14 بره بیرون، فقط 14 فردا ده. متشکرم. نفر بعد. بی تور بازی در نیار، دارم بهت میگم شهروندی. آقا شهردار کن این کل دیکو نگاه کن، این دست گل شماست. مگه نمیگی خب 3 پشت دست 3 خونده شهروند باشه؟ بلند شدم گفتم 8 شهرونده، گفتم تو هم شهروندی. خب کم دارم من مافیا شهروند بذارم؟ چه نداره حله نزن. یه امروز بازی میکنی هفته میره بعد دیالوگی. مرسی. نفر بعد. من بگو به چی به 16 رای ندادیم؟ نه آجی من اصلا دیگه نمیدونم آجی. امیدوارم 14 من شهروند دارم نمیدونم واسه چی. پوچ 14 ولی پوچه مس این کانس خالص ها مسیر به ده نمیخوره. بازی گان شاکوشیم. برای رای گیری آماده باشید. 14 ببخشید دیگه 14 پوچ میشه. یه شات هم میزنن و دان. اون اگه ناظر بازی نبود ما چیز میشدیم، ما میباختیم. بده بهش دیگه بابا جون. حالا خب این شد 4 مساوی میکرد رایت. کلام آخر رو میشنویم. بازی تو پا کن، آشغال بازیت. این 16 شهروند با خاطر تو رفت. یگان شاخوشی زدی 8 شهروند، من شهروند رو خوردی. یه استعلام سیاسفیدی از این گرفته خونده شهروند. بازی به توی کار نداره. فردا 13 رو میدین اول بیرون. 13 اینا رو ایگنور کنی، شاد نزن. با اعلام من شب میشه و شهر به خواب میره. ده رو بده تمام. نه دکتری هست نه زیرکوشی هست. اصلا این بازی حال نداد، خیلی مزخرف بود. شهر خیلی تباه بود، تبر بودم. با اعلام من روز میشه و شهر بیدار. درخواست اعلام وضعیت. رأی نمیاره. یک دور صحبت میکنیم با چالش.
بفرمایید. مافیا بازی برد و تمام. بیا آره بیا زیر باختیم بیا. یه چند تا نکته آموزشی میگم، بازی حاشیه‌ای نبود زندتون کنم حرف بزنیم. نکته اول دیالوگای ناظر رو دقت. شهروند ساده بلند شد میگه ابیلیتی بده. من یادم گفتم شهروند ساده ابیلیتی داره. من پزشک روز 4 روز 3 بلند شده ابیلیتیشو از من میخواد. خب احمق، تو روز تو میتونی خودتو سیو بدی، درست خودتو سیو بده تو بازی بمون، پلشت نفهم، روز 4 بلند شو ابیلیتی تو استفاده کن. نکته بعدی اینکه شهروند مثل سید 8 یه مافیا مثل سید 6 رو میده بیرون، دلیلش این نیست که این آقا مافیا بازی، این داره با فکت میگه سید 4 که در طول بازی تارگت 6 نبوده رو باید خرشو بگیری. آقای مذاکره کننده احمق، تو کرمکون داری مگه زیر شهردار رای میکشی؟ تو مافیایی بشین نون و ماست تو بخور. ببین شهردار چقدر رو مخ اینا رفته بودی که مافیای زیر رای کشید بره بیرون. یعنی اینطوری تو رو مخ شهروند رفته بودی، مافیای زیر رای کشید بره بیرون. این شکلی بود. آره این که اصلا یکی مثل سیدهش مافیا رو شیادو میده بیرون، گناه نکرده که، این هم نداره البته، ولی گناه نکرده بریزی روش بیاریش دفاعیه که چون شیادو داده بیرون پس مافیای بازیه. که فکت تحلیل و استدلال داشته باشه. آره بازی مزخرفی بود، اصلا بازی قشنگی. آره بازی رو یه لحظه، این سید 2 و سید 2 لیاقتش نبودش، برایندی وارد بازی نکرد. حالا به انتخاب خودتونه مافیای عزیز.